نحوه شرکت در حراجی سکه از طریق سایت مرکز مبادله. ابتدا وارد سایت market.ice.ir میشید. سپس شماره موبایل و کد ملی خودتون رو وارد میکنید. کدی که براتون ارسال میشه رو اینجا وارد میکنید. وارد بخش حساب کاربری میشید. اینجا نیاز به احراز هویت دارید. برای انجام فرایند احراز هویت یکی از درگاه‌های زیر رو انتخاب کنید. برای انجام احراز هویت اینجا لازمه که با گوشیتون این کد رو اسکن کنید. سپس اطلاعات خواسته شده رو وارد میکنید. شماره همراه خودتون رو وارد میکنید. یک رمز براتون ارسال میشه. رمز ارسال شده رو وارد میکنید. به دوربین و میکروفون گوشیتون اجازه دسترسی میدید و مراحل خواسته شده رو طی میکنید. بعد از انجام دادن این مراحل هزینه احراز هویت رو پرداخت میکنید. چند لحظه صبر میکنید تا احراز هویتتون انجام بشه. اینجا شماره شباهه خودمون رو وارد میکنید. دقت داشته باشید حتما باید شماره شباهه مربوط به بانک ملی باشه و در ادامه موارد خواسته شده رو تکمیل میکنید. یه توافقنامه رو شما باید مطالعه کنید و تیکش رو بزنید. بعد از اتمام این مراحل وارد صفحه اصلی میشید. روی گزینه حراج سکه کلیک میکنید و گزینه واریز وجه رو انتخاب میکنید. مبلغ دلخواهتون رو وارد میکنید و روی گزینه واریز از طریق درگاه بانکی کلیک میکنید. مراحل واریز وجه رو تکمیل میکنید. بعد از شارژ شدن کیف پولتون به صفحه اصلی میرید. حالا باید صبر کنیم تا حراجی مد نظرمون باز بشه. ادامه مراحل رو تو ویدیوی بعد بهتون میگیم.